رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی و افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. در خوانش سوم ما به جای می آییم که مولانا حکیمانه به یک مسئله مهمی وقت و زمانها انحراف کتاب‌های آسمانی اندیشه می راند. توکل بر خدا و تقدیر نیکی و بدی را از خدا دانستن وظیفه آدمان خداشناس است و دیگر نشانه خداشناسی بر رسولان او ایمان آوردن است. قصه امیر و وزیر یهود و فتنه انداختن وزیر در میان قوم نصارا، بیان 12 سبط از نصارا، تخلیط وزیر در احکام انجیل و مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم و به آن قومی که عیسی را در زمان پیغمبری شناختن نخواستند رو می آرد. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دم ساز خدایی را جدا. و جا جا مولانا به تصوف می گذرد و از عشق سخن می گوید. کیف مد زیل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست. اندر این وادی مرو به این دلیل، لا احب الافلین گو چون خلیل. و شنوندگان نهایت گرامی قدر، اکنون باز آمدیم با گفتارهای مثنوی معنوی و خواننده ها نظر یزدانی، شرافت عبدالنظر، خیرالله ابراهیم و حاجی اسماعیل پیر محمد زاده در خدمت شما اند. گفت لیلی را خلیفه کان توی، کز تو مجنون شد پریشان و غوی. از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. هر کی بیدار است او در خوابتر، هست بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. جان همه روز از لگد کوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خفته آن باشد که او از هر خیال، دارد امید و کند با او مقال. دیو را چون حور بیند او به خواب، پس ز شهوت ریزد او با دیوی آب. چون که تخم نسل را در شوره ریخت، او به خویش آمد خیال از وی گریخت. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه
از آن نقشی پدید ناپدید. مرغ بر بالا و زیر آن سایه اش، می دود بر خاک پران مرغ وش. ابله صیادی آن سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. سایه یزدان چو باشد دایه اش، وارهاند از خیال و سایه اش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده او زین عالم و زنده خدا. دامن او گیر زوتر بیگمان، تا رهی در دامن آخر زمان. کیف مد ظل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست. اندرین وادی مرو به این دلیل، لا احب الآفلین گو چون خلیل. رو ز سایه آفتابی را بیاب، دامن شمس تبریزی بیتاب. ره ندانی جانب این سور و عرس، از ضیاء الحق حسام الدین بپرس. ور حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد غلو. کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت چنگ دارد از حسد. عقبه زین صعبتر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. این جسد خوان حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان. گر جسد خانه حسد باشد ولیک، آن جسد را پاک کرد الله نیک. طهرا بیت بیان پاکی است، گنج نور است ار طلسمش خاکی است. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما. بیان حسد وزیر. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. بر امیدی آن که از نیش حسد، زهریو بر جان مسکینان رسد. هر کسی کو از حسد بینی کند، خویش را بی گوش و بی بینی کند. بینی آن باشد که او بوی برد، بوی او را جانبی کوی برد. هر کی بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. چون که بوی برد و شکری آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خورد. شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاور از نماز. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در گوزینه سیر.
فهم کردن حاذقان نصارا مکر وزیر را. هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذت می دید و تلخی جفت او. نکته ها می گفت او آمیخته، در جلاب قند زهر ریخته. ظاهرش می گفت در ره چوس شو، و از اثر می گفت جان را سوست شو. ظاهری نقره گر سپید است و نو، دست و جامه می سیاه گردد از او. آتش هرچی سرخ روی است از شرر، تو زی فعل او سیاهکاری نگر. برق اگر نور نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. مدت 6 سال در هجران شاه، شد وزیر اتباع عیسی را پناه. دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می مرد خلق. پیغام شاه پنهان با وزیر. در میان شاه و او پیغام ها، شاه را پنهان بد و آرام ها. آخر الامر از برای این مراد، تا دهد چون خاک ایشان را بباد. پیش او بنویس شه کی مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. گفت اینک اندران کارم شها، کفگنم در دین عیسی فتنه ها. قوم عیسی را بودند در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. هر فریق مر امیر را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. این 10 و این 2 امیر و قومشان، گشته بندی آن وزیری بدنشان. اعتمادی جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. تخلیط وزیر در احکام انجیل. ساخت تومار بنام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکمهای هر یک نوع دیگر، این خلاف آن ز پایان تا بسر. در یکی راه ریاضت را و جوع، رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندرین ره مخلص جز جود نیست. در یکی گفته که جوع و جود تو، شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست شرح عجز ماست. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت او را بدانیم آن زمان. در یکی گفته که عجز خود مبین،
کفر نعمت کردن است آن عجز هین. قدرتی خود بین که این قدرت از اوست، قدرتی تو نعمتی او دان که هوست. در یکی گفته کز این دو برگذر، بود هرچی بگنجد در نظر. در یکی گفته مکش این شمع را، که نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. در یکی گفته بکش باک مدار، تا عوض بینی نظر را 100,000. کیزی کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خویش، بیش آید پیش او دنیا و پیش. در یکی گفته که آن چی داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خویشتن را در میفگن در زحیر. در یکی گفته که بگذار آن خود، کان قبول طبع تو رد است و بد. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملت چون جان شده است. گر میسر کردنی حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. در یکی گفته میسر آن بود، که حیات دل غذای جان بود. هرچی ذوق طعم باشد چون گذشت، بر نیارد همچو شوره رعی و کشت. جز پشیمانی نباشد رعی او، جز خسارت پیش نارد بیع او. آن میسر نبود اندر عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بینگر جمال این و آن. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدند هر گون ملت، لاجرم گشتند اسیر ذلت. عاقبت دیدن نباشد دست و باف، ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. در یکی گفته که استا هم تویی، زانکه استا را شناسا هم تویی. مرد باش و سخره مردان مشو، رو سری خود گیر و سرگردان مشو. در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. در یکی گفته که 100 یک چون بود، این که اندیشد مگر مجنون بود. هر یکی قول ضد همدیگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. تازی زهر و از شکر در نگذری، کی تو از گلزار وحدت بو بری. این نمت و نو 10 تومار و 2، برنوشت آن دین عیسی را عدو. در بیان آن که این اختلافات در صورت رویش است، نه در حقیقتی را. او ز یک رنگی عیسی بو نداشت، و از مزاج خم عیسی خو نداشت. جامه 100 رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشته چون صبا. نیست یک رنگی که او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. کیست ماهی چیست دریا در مثل، تا بدان ماند ملیک عز و جل. 100 هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام و جود. چند بارانی عطا باران شده، تا بدان آن بحر دور افشان شده.
چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتوی دانش زده بر خاک و تین، تا که شد دانه پذیرنده زمین. خاک امین و هرچی در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، که آفتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین سداد. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با کی گویم در جهان یک گوش نیست. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. کیمیا ساز است چی بود کیمیا، معجزه بخش است چی بود سیمیا. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هستی او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. گر نبودی کور زو بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. ور نبودی او کبود از تعزیت، کی فسردی همچو یخ این ناحیت. بیان خسارت وزیر در این مکر. همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه می زد با قدیم ناگزیر. با چنان قادر خدای کز عدم، صد عالم هست گرداند بدم. صد عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. گر جهان پیشت بزرگ و بیبون است، پیش قدرت ذره میدان که نیست. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. این جهان محدود و آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. 100,000 نیزه فرعون را در شکست، از موسی با یک عصا. 100,000 طیب جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. 100,000 دفتر اشعار بود، پیش حرف امیانش آر بود. با چنین غالب خداوند کسی، چون نمیرد گر نباشد او خسی. پس دلی چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با 2 پا آویخت او. فهم خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. ای بسا گنجا کنانی کنج کاو، کان خیال اندیش را شد ریش گاو. گاو کی بود تا تو ریشی او شوی، خاک چی بود تا حشیشی او شوی. چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. عورتی را زهره کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن نه مسخ است ای عنود. روح می بردد سوی چرخی برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. خویشتن را مسخ کردی
زین سفول، زان وجوده که بدان رشکی عقول. پس ببین که این مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخ این بغایت دون بود. اسب همت سوی اختر تاختی، آدمی مسجود را نشناختی. آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود همه. گر جهان پر برف گردد سر به سر، تا بخور بگدازدش با یک نظر. وزر او و 100 وزیر و 100,000، نیست گرداند خدا از یک شرار. عین این تخییل را حکمت کند، عین این زهراب را شربت کند. آن گمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین. پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسطاییم. مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، وعظ را بگذاشت در خلوت نشست. در مریدان در فگند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. لابه و زاری همی کردند او، از ریاضت گشته در خلوت دوتو. گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی عصاکش چون بود احوال کور. از سر اکرام و از بحر خدا، بیش از این ما را مدار از خود جدا. ما چو طفلانیم و ما را دایه تو، بر سر ما گستران آن سایه تو. گفت جانم از محیبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. آن امیران در شفاعت آمدند، و آن مریدان در شناعت آمدند. که این چی بدبختی است ما را ای کریم، از دل و دین مانده ما بی تو یتیم. تو بهانه میکنی و ما ز درد، میزنیم از سوز دل دمهای سرد. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمتی تو خورده ایم. الله الله این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن. میدهد دل مر تو را کین بی دلان، بی تو گردند آخر از بی حاصلان. جمله در خشکی چو ماهی می تپند، آب را بگشا ز جو بردار بند. ای که چون تو در زمانه نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس. دفع گفتن وزیر مریدان را. گفت هان ای سخرگانی گفتگو، وعظ و گفتاری زبان و گوش جو. پنبند در گوش حیسی دون کنید، بند حیس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سیر گوشی سر است، تا نگردد این کران باطین کر است. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطابی
ارجعی را بشنوید. تا به گفتگوی بیداری دری، تو زی گفتی خواب بوی کی بری. سیر بیرونی است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. حس خشکی دید کس خشکی بزاد، عیسی جان پای بر دریا نهاد. سیر جسمی خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دلی دریا نهاد. چون که عمر اندر ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ موج دریا را کجا خواهی شکافت؟ موج خاک وهم و فهم و فکر ماست، موج آب محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدت خاموش خو کن هوش دار. مقرر کردن مریدان که خلوت را بشکن. جمله گفتند ای حکیمی رخنجو، این فریب و این جفا با ما مگو. چارپا را قدر طاقت بار نه، بر ضعیفان قدر قوت کار نه. دانه هر مرغ اندازه وی است، طعمه هر مرغ انجیر کی است. طفل را بر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مردگی. چون که دندانها برآرد بعد از آن، هم به خود گردد دلش جویای نان. مرغ پرنارسته چون پران شود، لقمه هر گربه دران شود. چون برآرد پر بپرد او به خود، بی تکلف بی صفیر نیک و بد. دیو را نطق تو خاموش میکند، گوش ما را گفت تو گوش میکند. گوش ما گوشت است چون گویا تویی، خشک ما بحر است چون دریا تویی. با تو ما را خواب بهتر از فلک، عیش ما پس تو منور تا سمک. بی تو ما را بر فلک تاریکی است، با تو ای ما این فلک باریکی است. صورت رفعت بود افلاک را، معنی رفعت روان پاک را. صورت رفعت برای جسم هاست، جسم ها در پیش معنی عیسی هاست. جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم. گفت حجتهای خود کوتاه کنید، پند را در جان و در دل ره کنید. گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین. گر کمالم با کمال انکار چیست، ور نیم این زحمت و آزار چیست. من نخواهم شد از این خلوت برون، زانکه مشغولم به احوال درون. جمله گفتند ای وزیر این کار نیست، گفتی ما چون گفتنی اغیار نیست. اشکی دیده است از فراق تو دوان، آه آه است از میان جان روان. طفل با دایه نایستیزد ولیک، گرید او گرچه نبد داند نه نیک. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در مازی توست،
ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما کی باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدمهایم و هستیهای ما، تو وجودی مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیری علم، حملشان از باد باشد دم بدم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آنکه ناپیداست هرگز گم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذتی هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذتی انعام خود را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر. ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون نیش سوزن کارگه. گاه نقش دیو و گه آدم کند، گاه نقش شادی و گه غم کند. دست نه تا دست جنباند به دفع، نطق نه تا دم زند در زر و نف. تو زی قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ای زید ما رمیت از رمیت. گر بپرانیم تیر آن نزد ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. این نجبر این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل استرار، خجلتی ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست. زجر شاگردان و استادان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. ور تو گویی غافل است از جبر او، ما حق پنهان کند در ابر رو. هست این را خوش جواب ار بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. حسرت و زاری گهی بیماری است، وقتی بیماری همه بیداری است. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که باز آیم بره. عهد و پیمان می کنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشت این که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر کی را درد است او برده است بو. هر کی او بیدارتر پردردتر، هر کی او آگاهتر رخزردتر. گر ز جبرش آگهی زارید کو، بینشی زنجیری جبارید کو. بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیری حبس آزادی کند. بر تو می بینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زانکه نبود طبع و خوی عاجزان. چون تو جبر او نمی بینی مگو، ور همی بینی نشانی دید کو. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرتی خود را همی بینی عیان. و اندر آن کاری که میلت نیست و خواست، خویش را جبری کنی کین از خداست. انبیا در کار دنیا جبریند، کافران در کار عقبی جبریند. انبیا را کار عقبی اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. زانکه هر مرغ به سوی جنس خویش،
می پرد او در پس و جام پیش پیش. کافران چون جنس سی، انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین و جان و دل شدند. این سخن پایان ندارد، لیک ما باز گویم آن تمامی قصه را. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاور تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.